نه. خب تا الان 44 نفر شدیم. مریم پیکان از رشت هستن. خب خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. با افتخار من پریسا آسترکی هستم، عضو کوچکی از مرکز روانشناسی و مشاوره همراهتم. همونطور که کلیپ اول وبینار رو مشاهده کردین، مرکز روانشناسی همراهتم به دنبال اینه که بتونه حال خوب رو به تمام افرادی که به دنبال پیدا کردنش هستن هدیه بده. ما هممون تو زندگیامون از صبح که پا میشیم تا شب که چشام رو میبندیم با چالش ها و مسائل مختلفی دست و پنجه نرم میکنیم. گاهی وقتا وقتی که یه مشکل حل میشه مرورش میکنیم، به خودمون میگیم که ای کاش اون موقع یکی بود به من میگفتش که اینطوری نکن یا این راهو پیش بگیر. این ای کاش هاست که کمک میکنه که ما بتونیم تصمیمات عاقلانه تری بگیریم. هممون یه بار به دنیا اومدیم، خیلی فرمول درست زندگی کردن رو قطعا نمیدونیم، ولی اون دسته از افرادی هستن که در نقش یک روانشناس و مشاور به واسطه دانشی که کسب میکنن، تجربه‌ای که دارن و ارتباطی که با آدمای مختلف با موضوعات مختلف میگیرن، خیلی راحت‌تر میتونن کمک بکنن که ما تصمیمات درستی بگیریم. تو مرکز روانشناسی همراهتم ما این افتخار رو داریم که خدماتمون رو به صورت آنلاین و تلفنی برای سراسر در واقع این کره خاکی پوشش بدیم. فرقی نمی‌کنه که شما کجا هستین، فقط کافیه تمایل داشته باشین و بخواین که از یک مشاور و روانشناس کمک بگیریم برای اینکه بتونه مشکل رو حل بکنه یا کمکتون بکنه که تصمیم درست‌تری بگیریم. ما تو مرکز روانشناسی و مشاوره همراهتم نکته‌ای که بهش افتخار میکنیم و میبالیم استفاده از در واقع تیمی از روان درمانگران هست که به شدت با تجربه هستن. من این رو در واقع به عنوان یک موضوعی میگم که خیلی بهش افتخار میکنیم. ما تو مرکزمون عموما افرادی که روانشناس و روان درمانگر هستن با بیش از 15 سال سابقه مشغول به کار هستن و این یعنی که با اعتماد کامل میشه مسائل رو بهشون گفت، ازشون کمک گرفت برای تصمیمات درست. حالا من یه کوچولو دوستانی که تازه به جمعمون اضافه شدن تبریک میگم بهتون، خیلی خوش اومدین. مریم کیانی از کنگاور تو جمع ما هستن که من اونجا اومدم و خیلی شهر قشنگی و دوستشم دارم. میخوام که یه کوچولو در مورد موضوع وبینار صحبت بکنم و بعد بحث تخصصی رو میسپارم به خانم تقدیری عزیز. موضوع وبینار امشبمون من پس از خیانته. خیانت رو فرقی نمی‌کنه شما مرد هستین یا زن، ازدواج کردین یا مجردین. ممکنه هر کسی به هر طریقی تجربهش بکنه. ممکنه بعضی از دوستانی که امشب توی جمعمون هستن تجربه خیانت رو در واقع پارتنرشون بهشون خیانت کرده باشه. ممکنه خودشون در آستانه خیانت کردن باشن. ممکنه که طی کردن ولی زخمش هنوز هست، بهبود پیدا نکرده، دنبال خودشون میگردن، دنبال اون فردی که اعتماد به نفس داشته، عزت نفس داشته، حالش خوب بوده و الان بعد از اون واقعه علاوه بر اینکه همه اینا رو از دست داده یک حس بی‌اعتمادی هم نسبت به بقیه آدما داره. وبینار رو لطفاً باشین. ما تقریبا 1 ساعت و نیم با شما هستیم. خانم تقدیری عزیز تو جمعمون اضافه میشن، نکات مهم رو میگن و بعد از اون در پایان یک فرصت داریم برای پرسش و پاسخ. توی پرسش و پاسخ به سوالاتتون جواب داده میشه و در نهایت برای اینکه بتونی هدیه مجموعه همراهتم رو داشته باشی یا از خدماتمون استفاده بکنی، یه لینک گذاشته میشه. پر کردن اون لینک خالی از لطف نیست. من جای شما باشم حتما انجامش میدم، چون ما تو مرکزمون بستیم روی این موضوع که هزینه درمان باید کمترین دغدغه مراجعه باشه. به خاطر همین تاکید می‌کنم که تا آخر وبینار باشین که اون لینک فرمی که گذاشتم حتما تکمیل کنید. من میخوام که با اجازهتون خانم
تقدیری عزیز رو. خانم تقدیری جان شما صدای بندر داری؟ خانم تقدیری عزیز صدای من رو داری؟ سلام. سلام. خوشحال میشم وبکمتون رو هم باز بکنی. سلام. سلام، شبتون بخیر. شبتون بخیر. مرسی، زنده باشید. از توضیحاتتون. خواهش میکنم، من زیاده گویی کردم، عذرخواهی میکنم ازتون. من وبکم خودم رو خاموش میکنم، فایل ارائه شما رو در دسترس قرار میدم و میخوام که خواهش میکنم انشاءالله بریم که پرقدرت موضوع رو با همدیگه پیش ببریم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز مؤسسه همراه تفضل. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که امشب وبینار خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. خب موضوع این وبینار در مورد خیانت یا همون فرازناشویی هست که امروز خیلی توی جامعه درگیرش هستیم و یکی از مهمترین دلایل آمار طلاق شده این روزها و در طلاق‌هایی که اتفاق میفته معمولاً می‌بینیم که رد پای یک خیانت دیده میشه. خب من اسلایدها رو رد بکنم تا بتونم. خب بریم سراغ تعریف در واقع عملیاتی خیانت. میتونید شما هم اگر دوست دارید مشارکت داشته باشید، البته کنم بستن که چون تعریف خیانت از نظر هر کسی میتونه متفاوت باشه. تعریفی که ما داریم میگیم عمل درگیر شدن در صمیمیت عاطفی، فیزیکی، جنسی و هر نوع صمیمیت عاطفی کلامی با فردی خارج از مرزهای توافق شده در ازدواج که میتواند حضوری یا مجازی باشد را خیانت می‌گوییم. خب انواع خیانت رو هم من بگم خدمت شما. انواع خیانت ببینید، ما خیانت عاطفی حسی داریم. خیانت عاطفی حسی به این صورت هست که یک نفر از لحاظ عاطفی و حسی درگیر کسی دیگه‌ای هست ولی میتونه با شریک زندگی خودش هم زندگی بکنه. برای مثال ازدواج میکنه، اسم اون کسی رو که دوست داره میبینیم که میذاره روی بچه‌ش، یعنی همچنان از نظر حسی انگار درگیر یک نفر دیگه هست. به اصطلاح خودشون میگن که من عاشق شدم دست خودم نیست و از این صحبت ها. خیانت جنسی یا فیزیکی داریم که میتونه فقط رابطه جنسی باشه، میتونه احساس درش درگیر نشه و ابراز علاقه‌ای نباشه. معمولاً این نوع خیانت از سمت کسایی که این کار رو انجام میدن وقتی که عنوان میکنن میگن که من به عنوان تفریح یا به عنوان سرگرمی این کار رو کردم. برای مثال توی مسافرت‌هایی که میرن ممکنه این کار رو انجام بدن یا وقتایی که میخوان تفریح کنن این کار رو انجام بدن. خیانت آنلاین و مجازی که این روزها خیلی زیاد شده و خیلی از زوج‌ها که پیش ما میان خیلی شکایت دارن از این موضوع و درگیرش هستن، که ممکنه با رد و بدل کردن عکس، فیلم و حالا ارتباط آنلاین پارتنرشون خیانت میکنن. ممکنه فقط چت کردن باشه. خیانتی هست خیانت انتخابی که شخص یک نفر دیگر رو ترجیح میده به همسرش و اون رو انتخاب میکنه.
و در این نوع میتونه اون 3 تا مؤلفه قبلی رو هم که احساسی، عاطفی هست، جنسی هست و آنلاین هست رو میتونه همراه خودش داشته باشه. یک نوع خیانت هم داریم، خیانت توافقی، یعنی 2 نفر با هم به یک توافقی میرسن از قبل، یعنی با هم یه صحبتی میکنن. برای مثال به این صورت هستش که یه خانم و آقا با هم قرار میذارن که با همکار مثلا خانومتون حق ندارید شما با هم ارتباطی داشته باشید یا ناهار با هم بیرون برید یا مأموریتی دارید. بعد متوجه میشن که یک نفر این قرارداد رو بهش عمل نکرده، این یک توافقی بوده بین این دوتا و اینا میان پیش ما و ابراز میکنن که من خیانت شد. برای همین هم این انواع خیانت رو که من الان عرض کردم خدمتتون خیلی مهم هست. من به زوجی که قبل از ازدواج، در واقع دختر پسری که قبل از ازدواج میان پیشم، بهشون میگم خیلی مهمه از تعریف خودتون از خیانت به شریکتون بگید، به اون کسی که میخواید باهاش ازدواج بکنید. برای اینکه یه موقع میبینید بعد از ازدواج یه خانمی میاد و میگه که حالا من میگم خانم، آقا هم شده این اتفاق افتاده، نمیخوام جنسیتش بکنم چون الان ما قدیم خیلی خیانت آقا معمولا به خانم ها زیاد بود. الان میبینیم که نه، یه جورایی تقریبا برای هر دو داره این اتفاق میفته و نمیخوایم مثلا جنسیتش بکنیم. میاد میگه من چت دیدم، همسر من چت عاشقانه داره انجام میده، من خیلی ناراحت شدم، به هم ریختم. وقتی که اون شخص صحبت میکنی میگه من فقط چت کردم، این که اصلا خیانت نیست، من که اصلا ارتباط جنسی نداشتم. یعنی در ذهن خودش اصلا این رو خیانت نمیدونه. در کل مسئله در واقع تعهد یک مسئله ذهنیه. اینو من همون اول عرض میکنم خدمتتون، یک مسئله رفتاری نیست، مسئله ذهنی. خیانت هیچ توجیهی نداره و یکی از اون در واقع 3 ضلع، یکی از ضلع‌های اون مثلث عشق تعهد و وفاداری هست و یک ضلعش صمیمیت و دوستیه و ضلع دیگرش هم احترام هست که هر کدوم از اینها نباشه این زندگی یا به در واقع طلاق عاطفی یا طلاق قانونی میرسه. خیلی مهم هستن و تعهد هم، اعتماد و تعهد یکی از این اضلاع مهمش هست. خب پس در مورد این مفاهیم به صورت واضح و مشخص صحبت کنید و بدونید، خودتون بدونید، یعنی حد و مرزهای خودتون بشناسید و مشخص بکنید و بدونید و با طرف مقابلتون این رو حتما مطرح بکنید. خب بریم اسلاید بعدی، عوامل مؤثر در بروز خیانت. درسته که ما صحبت میکنیم در این مورد که خیانت در واقع یک انتخابه و هیچ توجیهی نداره، اما یک سری عوامل هستن که میتونن ریسک خیانت رو بالا ببرن و خوبه که ما اینا رو بشناسیم و بدونیم، چون ما داریم در واقع زمانه زندگی میکنیم که این مهارت‌ها و دونستن این که چه کار بکنیم بهمون خیانت نشه یا اگر بهمون خیانت شد چه کار بکنیم خیلی مهم هست. پس خوبه که بشناسیم، محرک‌ها رو بدونیم که چه چیزایی ریسک رو بالا میبره. برای مثال نداشتن روابط سالم، یعنی اصلا استانداردی در یک رابطه‌ای ممکنه که وجود نداشته باشه. اینا رو بیشتر باز میکنم، توضیح میدم براتون. ببینید مثلا اینجا یه موردی داریم، عشقی وجود نداره، یعنی با هم اومدن در یک ارتباط قرار گرفتن یا ازدواج کردن، یک نفر در مبنای نیازهای مالی که داشته اومده ازدواج کرده، یا یک نفر به زور خانواده‌اش ازدواج کرده، یک نفر همون اول که داشته ازدواج کرده احساسی نداشته یا احساسش بعداً در واقع از اون رفته. عدم رفاه مالی،
عدم رفاه مالی هم میتونه یک محرک باشه برای اینکه یک نفر از این زوجین به خیانت فکر بکنن برای سود مالی که دریافت میکنن. و عدم عزت، ممنونم استوری رو بشید، عدم عزت نفس و ابهام در نقش‌ها، یعنی نقش‌ها مشخص نیستن، سر جای خودشون قرار ندارن. دوری طولانی مدت، برای مثال یک نفر، یکی از زوجین، حالا برای کار یا هر دلیلی دور هست از خانواده و اینها خب به هر حال این دوریه ممکنه که محرکی بشه برای اینکه خیانت اتفاق بیفته. بعد حالا ممکنه گاهی وقتا با قهر باشه، قهر طولانی مدت که این اتفاق میفته، به هر حال یک خلأ ایجاد میکنه. و یه چیزی هم که هست، ممکنه که دوستان مشوق و عاطفه‌ساز خیانت، این هم باز خیلی مهمه، یعنی نزدیکان اون آدم که باهاش دوست هستن، اون فرد مشوق هستن و این فرد در کنار اونها که قرار میگیره، یعنی شده این که به من گفتن، میگه اینقدر یه طوریه من اگه این کار نکنم در کنار اینها انگار احساس میکنم که من یه جورایی دارم ازشون دور میشم، از این دوستانم دارم عقب میفتم. خواسته های جنسی برآورده نشده که این حالا گاهی این اتفاق برای این میفته که شاید خواسته از سمت شخصی باشه که انحراف جنسی داره، به دلیل دیدن فیلم‌های پورن خیلی به این مسائل توجه داره و خواسته هایی داره که میاد این جای دیگه برآورده میکنه و بعد که بررسی میکنیم میبینیم که یکی از دلایلش در واقع همین که خب اینجا مهمه که حتما زوجین در این جور مواقع به سکتراب مراجعه بکنن که این مشکلشون رو بتونن برطرف بکنن، که گاهی منطقی و گاهی هم غیر منطقی، یعنی گاهی خواسته ها منطقی هستن، گاهی غیر منطقی که این هم باز با مراجعه به روانشناس میتونن بررسی بکنن. ویژگی‌های شخصیتی، اختلالات شخصیتی گاهی محرکی هستن برای خیانت کردن که حالا اسم چند تاشون میاریم. جاه طلبی، حرص، خیانت از روی تلافی، یعنی یک نفر خیانت می‌بینه بعد میاد این همون کار رو به عنوان تلافی با شریک زندگیش انجام میده. خیانت از روی هیجان خواهی، باورهای مخرب. باورهای مخرب رو من خیلی اوقات میشنوم و خیلی اشتباهه. برای مثال من عرض کنم خدمتتون، یه مقداری در بعضی از جاها هستن که برای مثال خیانت رو برای آقا اصلا بد نمیدونن و باورشون این هست که خب این همه آقایون این کار انجام میدن. من اتفاقا اینو اینجا مطرح بکنم، دوست دارم آخر سر یه مشارکت شما داشته باشین، چون من اینو دقیقاً امتحان کردم قبلا که پرسیدم توی جمعی که هم خانم‌ها بودن هم آقایون بودن. خیلی جالب بود که خیلی از خانم‌ها میگفتن که آقایون خیانت میکنن و پسرهایی که اینجا بودن میگفتن نه خانم‌ها اینطوری هستن خیانت میکنن. این دنیای حالا پدیدار شناختی هر شخصی هم هست. خب و اینو مشارکت بکنید برامون، بگید اینو که کسایی که هستن یه مقدار اینو متوجه بشن که نه واقعا همه آقایون و همه خانم‌ها این کارو نمی‌کنن. اگر شما هم موافق هستین این رو تایید بفرمایید. خب عدم همکاری یکی از زوجین با مشاور جهت احیا و بهبود رابطه. ببینید یک نفر میاد مراجعه میکنه و میگه من یه مشکلی دارم، بعد میخوایم با اون طرف مقابلش ارتباط بگیریم که بیاید مشکلتون رو برطرف بکنیم و ایشون نمیاد، همکاری نمیکنه. اینجا خیلی کار سخت میشه، نادیده میگیره اون کمبود طرف مقابلش رو و اون در واقع خواسته ای رو که داره نادیده میگیره و اون شخص ممکنه که اینجا یک براش خلایی ایجاد بشه و به سمت خیانت سوق داده بشه. خب
یه مقدار هم در واقع ارتباطات بی‌در و پیکر، رفت آمدهایی که خیلی خانواده‌هایی که خیلی رفت آمدهایی دارن که خیلی شلوغ هستن و حد و مرزی ندارن هم این در واقع ریسک خیانت توشون بالا میره. بی‌مسئولیتی هم یکی از چیزایی هست که میتونه باعث بشه که یک فرد خیانت بکنه، یعنی احساس مسئولیت نسبت به زندگی خودش یک شخص نداشته باشه، خیلی مسئولیت پذیریش پایین باشه، احساس مسئولیت نسبت به آرامش فرزندانش خیلی پایین باشه. برای مثال خانم افسرده است، بچه‌ها استرس دارن، اضطراب دارن، جو خونه متشنجه و این آقا همچنان داره به کارش ادامه میده یا باز دوباره فرق نمیکنه یا یک خانم و اینو نادیده میگیره. خب میشه لطفا صدا رو بررسی کنید، مثل اینکه یک دو نفر شکایت دارن از قطعی صدا. خیلی خب، پس فکر کنم برای شما که قطع هست مشکل برای اینترنتتون باشه. تفاوت جایگاه اجتماعی هم میتونه یکی از این در واقع محرک‌ها باشه. اختلاف سنی زیاد ممکنه اون اوایل خودش رو نشون نده. برای مثال یک خانم 22 خورده ساله با یک آقای 40 خورده ساله الان ازدواج میکنن و چند سالی هیچ مشکلی با هم ندارن. بعد از چند سال این خانم به اصطلاح 40 خورده سنشه، آقا 60 خورده سنشه و این یک محرک میشه برای خیانت. خب بریم سراغ اسلاید بعدی که آثار روانی خیانت رو بررسی بکنیم. ممنون. ببخشید من یه معذرت‌خواهی هم بکنم چون من سرما خوردم و یه مقداری گفتم اینو بگم این عطسه یه چیزی هم کردم این دفعه دیگه ببخشید شما. خب ببینید خیانت وقتی که اتفاق میفته اگر بخوایم ببینیم مثل چی میمونه، چی ضربه‌ای میزنه وارد میکنه، با سوگ از دست دادن، غم از دست دادن یکی از عزیزان که یکی از افراد خیلی نزدیک انگار فوت میکنه. خب اینقدر میتونه شدید باشه و یک تروما به حساب میاد. اما یک چیز بدتر اینه که از سمت کسی این اتفاق میفته که اصلا توقع نداری ازش. این ضربه‌ای که وارد میشه از سمت کسیه که خیلی دوستش داری، عاشقش هستی. برای همینه که خیلی ضربه خیانت خیلی ضربه سختی هست. ابتدا مثل همون مراحل سود میمونه، انکار در واقع میاد بالا. شخص اول نمیخواد باور کنه، انکار میکنه. بعد وقتی که متوجه میشه باهاش روبرو میشه شوک اتفاق میفته. هر چقدر که رابطه عاطفی زوجین عمیق‌تر باشه این شوک هم ضربه این شوکی که وارد میشه هم سنگین تره چون اصلا توقع نداره شد. ولی گاهی اوقات اینقدر فاصله افتاده که گاهن خودشون احساس میکنن ممکنه که خیانتی رخ بده. حالا بعد از این مرحله خشم به خود، خشم به شریک در واقع همسر و خشم به اون سوم شخص و بعد مرحله غم هست، غم و افسردگیه. غم و افسردگی معمولا این سوال خیلی زیاد میپرسن از ما که چقدر طول میکشه این کسایی که حالا این اتفاق روزایی که براشون میفته میان شما میگن تا چند وقت همسر من حالش خوب نیست. خب اینو توی مقاله‌ای که من میخوندم میگفتن که اینجا نوشته بود 7 ماه 7 یا 11 هفته میتونه تو اوج باشه و بعد از اون میتونه کم بشه. منتها در افراد مختلف این میتونه تعداد ماه‌ها و روزها و سال‌ها میتونه متفاوت باشه بسته به تیپ شخصیتی هر فردی که متفاوته. اما معمولا وقتی که شوک وارد شده خیلی سنگینه
تا 1-2 سال اون در واقع آثار و عواقبش هست. بعد از اون احساس شرم و گناه میاد بالا. احساس شرم و گناه، مقصر دونستن خود شخص که خودم مقصر بودم، چرا حواسم نبود، افکار این شکلی، افکار غیر منطقی، نشخوار ذهنی، وسواس فکری و در واقع اینا همه با هم دیگه یه زمانی رو میبره و ممکنه که شخص در این مراحل وقتی که این اتفاق میفته نیاز به دارو داشته باشه، یعنی باید به یک روانپزشک مراجعه بکنه و دارو بگیره. خب بریم در واقع اسلاید بعدی که اسلاید البته همون اسلاید قبلی بود. ببینید در این مرحله خب اتفاقی که میفته، آثاری که داره، اعتماد از بین میره، امنیت به خطر میفته، چون یک نفر دیگه اومده هر لحظه ممکنه که وارد بشه و بیاد بین این دو نفر. این خب به هر حال امنیت رو به خطر میندازه. نگرانی در مورد آینده و اینا واقعا طبیعی هم. احساس ناکافی بودن میکنه شخص، این احساس ناکافی بودن و بهش استرس و اضطراب میده و حالت خصمانه درش ایجاد میکنه. یعنی از این حالت صمیمیتی که بین یک خانم و آقا هست الان یه مقداری حالت خصمانه هم شکل میگیره، میاد بالا و ببینید دیگه خودش رو و همسرش رو در یک تیم نمیبینه، یار نمیبینه خودش رو با همسرش. یعنی انگار این دو نفر به صورت فردی دارن میرن جلو تا ببینن که چه اتفاقی میفته. خب اسلاید بعدی رو میخوام بیاریم. خب اینو توضیح دادم، تاثیر خیانت رو توضیح دادم که بسیار میتونه مخرب باشه. در مورد خطاهای شناختی که در این مرحله اتفاق میفته، مثلا کاری که میکنن اینجا میان درگیر میشن با خودشون و اینجا نیاز هست که یک مشاور بیاد این خطاهای شناختی رو شناسایی بکنه و کم کم با هم اینها رو کنار بذارن و به این در واقع تفکر منطقی برسن. اینجا حتما یک روانشناس نیاز هست که کمک بکنه. برای مثال میاد ذهن‌خوانی میکنه، یعنی افکار همسرش رو میتونه به صورت منفی و گاهی اصلا اشتباه و درست نیست. گاهی فاجعه سازی، چرا فاجعه سازی؟ ما دیدیم دیگه این اتفاق گاهی افتاده که حالا یک چیزی که بوده، یک ارتباطی بوده، ولی اینقدر میاد اینو بزرگ میکنه و این از این اتفاق داره یک خیلی بزرگ میکنه این اتفاق رو که اینجا هم میایم باهاش صحبت میکنیم که نه شما داری اینو خیلی زیاد است، یا حتی ممکنه کوچک سازی هم داریم، یعنی به هم نمیخوره این هیجان اتفاق. برچسب زنی هست، برچسب به خود که من آدم احمقی هستم، نمیدونم من از این الفاظ برای خودش استفاده کردن یا برای همسر استفاده کردن که تو مثلا این هستی یا همچین آدمی هستی، اینها خلاصه. و دیگه توجیه خیانت که اینم باز دوباره ممکنه که توجیهاتی که میاره اصلا منطقی نباشه. برای مثال چون که شما قبل از خواستگاری من اومدی من به شما جواب رد دادم، الان این کار کردی که از من انتقام بگیری. یا مثلا چون که برادر شما از خواهر من خواستگاری کرد، خواهر من جواب رد داد، شما خواستی از من انتقام بگیری، این کار کردی. یا اون شخصی که خیانت کرده خودش میخواد توجیه بکنه. اینا رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. خب بریم اسلاید بعدی. خب این تصمیم ادامه زندگی که آیا من ادامه بدم یا ادامه ندم، این هم سوالی هست که ما خیلی میشنویم و خیلی درگیر هستن روزها. ببینید اگر بخوایم بگیم ببخشم یا نبخشم، من میگم در هر شرایطی ببخشید.
اما بخشیدن به معنای این نیست که شما ادامه هم باید بدید. بخشیدن برای اینه که خودت راحت‌تر بشی و این خشم رو برای خودت نگه نداری. البته خیلی سخته و زمان بر هست این اتفاق. اما اینکه ادامه بدیم با این فرد یا نه، باز دوباره یک فرد متخصص میتونه این کیس رو بررسی بکنه. یه مقداری زمان بدید، همون اول به صورت تکانشی تصمیم نگیرید و ببینید که چیزی که خیلی مهمه اینجا من تاکید میکنم روش، احساس پشیمانی اون فردی هست که خیانت کرده. خب یعنی خودش ببینید احساس پشیمانی رو داره و داره همراهی میکنه با شما، یعنی خودش در واقع اینو پذیرفته. در مواردی هم پیش میاد که خود درمانگر متوجه میشه که بهتره اصلا ادامه ندیم، یعنی اصلا این زندگی ادامه دادنش باعث بیمار شدن اون شخصی میشه که داره خیانت میبینه. خب خانم تقدیر جان، من تا اینجا یه کوچولو داشتم صحبتاتون رو گوش میدادم، یه کوچولو با هم دیگه پیش ببریم. اول صحبتتون اشاره کردیم به این موضوع که قبل از این که اصلا ازدواج بکنیم یا یک رابطه‌ای داشته باشیم، برای اینکه به این مشکل نخوریم خوبه که حد و مرزهامون رو، چارچوبمون رو مشخص بکنیم و بدونیم که فردی که روبروی ما نشسته تعریفش از خیانت چیه. بعد از اون وقتی که حالا وارد رابطه شدیم، من اینجوری میدونمش که اگر موردی رو دیدیم که به خیانت نزدیک بود یا داشت نزدیک میشد، بهترین واکنش از نظر شما چیه؟ اینکه بریم صحبت بکنیم درسته که آقا صبر کن یه دقیقه دست نگه دار، تو کاری که داری میکنی خارج از چارچوب منه، خط قرمز منه، یا اینکه بگیم نه، ممکنه تو دچار سوء تفاهم شده باشی، صبر کن، دست نگه دار، زمان بده، ببین در نهایت حالا این کاری که پارتنر داره میکنه خروجیش چیه. یه کوچولو با هم دیگه پرسش و پاسخی پیش بریم. ممنون میشم بهم بگین. من خودم دوست دارم بدونم اگر اصلا یه موقع به همچین نقطه‌ای رسیدم، اگر احساس کردم که پارتنرم داره یه کاری میکنه که اون ممکنه خط قرمز من باشه، بهتره که بگم یا صبر کنم نتیجه کار اتفاق بیفته بعد در موردش صحبت بکنم. خب ببینید این صدای شما قطع شد. به گوشی من مثلا کاری نداشته باش. خب اما اینو ما بین همسرام دیدن در دونستن رمز گوشی هم اتفاقی میفته، لازمه برداری استفاده کنیم. یه موقع چت می‌بینی از حالا از طرف یک نفری که کنجکاو میشی که این چت چیه، یک غریبه است. چون ببینید توی گوشی من توضیح که میدم برای هر مخصوصی میگم تو چت دوست صمیمی نرید، تو چت خانواده در واقع همسرتون نرید، ولی یه موقع همکار هست، همکار غیر همجنس، خب نرید و ببخشید برید و اشکالی نداره بررسی بکنید. یه دفعه شما میری اونجا میبینی یک کلمات رد و بدل شده، یعنی مثلا اجازه همکار که عزیزم، عشقم، جانم و اینا، خب کلماتی هستش که داره نشون میده به ما که این رابطه نرمالی نیست و ممکنه که به خیانت برسه. اینجا خب همون حد و مرزها رو در واقع داره عبور میکنه ازش دیگه، میاد و سوال میکنه که این چیه، به من توضیح بده و خب خوبه که در موردش صحبت بشه. اینو در موردش احساسی رو که براش به وجود اومده توضیح بده و در موردش با هم دیگه صحبت و گفتگو بکنن و یا به اصطلاح متوجه میشه که حالا همسرش یک ارتباطی داره که یه مقدار این ارتباط داره اذیتش میکنه و دلیل و مدرک براش داره، نه افکار پارانویدی، نه شکاکی و بدبینی.
و خیلی منطقی هست. یعنی صحبت که میکنه هر کسی دیگه هم که اونا رو میشنوه متوجه میشه که یک چیزی هست. و اگر که بهتره که این در واقع دلیل مدرکی که داره دلیل مدرک منطقی باشه و در موردش صحبت بکنه. منظورم رو متوجه شدیم؟ اینکه در موردش صحبت بکنیم زمانی که احساس خطر کردیم و خب اینکه اصلا رمز گوشی رو داشته باشیم من به حریم اینجا داشتم در مورد مسئله پشیمانی صحبت میکردم که خیلی مهمه. آها. و حالا بیایم یه کمی در مورد صدای بندر داریم خانم تقدیری؟ خب صدای منو داری؟ فکر میکنم صدای من نداری خانم تقدیری عزیز. ببینید وقتی که ما اومدیم و یک خیانتی رو با دلیل و منطق اومدیم به همسرمون گفتیم، خب یعنی نمایان کردیم که شما این رفتارها رو داشتید، این رفتارها برای من رفتارهای خیانت محسوب میشه. خب همسری که در واقع این کار رو انجام داده، اون مرحله اول این هستش که به صورت نرمال، یعنی بخواد رفتار کنه، درست بخواد رفتار بکنه، بالغانه بخواد رفتار بکنه، خیلی سریع باید اون ارتباط سوم رو قطع بکنه. یعنی اولین کاری که انجام میده شخص بعد از اینکه بهش میگی که من این رو دیدم و این برای من نشون دهنده خیانته و یک شروع یک خیانته، اونجا باید ارتباطش رو با اون سوم شخص قطع بکنه خیلی سریع. و دوش حتی ممکنه که همسایه باشن، همکار باشن، باید این یه جوری یه کاری انجام بدن که دورشن از این محیط. و اگه نکرد چی خانم تقدیری؟ خب ببینید اگر نکرد این رفتارها میشه رفتارهای مخرب. خب این کارهایی که نباید انجام داد بعد از خیانت چه کارهایی هستن؟ رفتارهای مخرب که در نهایت هم منجر به طلاق عاطفی و طلاق قانونی میشن. نادیده گرفتن احساس بد اون در واقع طرف مقابل، بی‌اهمیتی، نادیده گرفتن، انکار کردن و گسلایترها این کارو میکنن دیگه که تو حساسی، من که کاری نکردم، من که کاری نمیکنم، تو خیلی به من گیر میدی، تو میخوای منو کنترل بکنی. پشیمون نیستن، طلبکار هستن که تقصیر خودته که من به تو خیانت کردم. مقصر دونستن همسر، مقصر دونستن عوامل بیرونی. بعد دیگه توقع هم دارن که همسرشون نرمال رفتار کنه دیگه، صحبتشو نکنه، حرفشو نزنه، از غمی که داره، از اتفاقی که براش افتاده هیچ صحبتی نکنه و سرکوب میکنن. اون احساس همسر رو سرکوب میکنن که چرا دوباره داری حالمو بد میکنی. و اگر هم اتفاقی افتاده خیلی توقع دارن که در کوتاه‌ترین زمان ممکن دیگه بس تموم شد رفت دیگه راجبش صحبت نکنن. بعد کارهایی هم که باز دوباره میتونه در واقع اون فلشبک ها رو فعال بکنه و دوباره فرد رو حالش رو بد بکنه که همسر من رفتارهای یک فرد خیانتکار رو داره و من الان استرس دارم، میترسم بهم خیانت بشه. دوباره رفتارهای مشکوک داره. برای مثال میگه که من رمز گوشیمو نمیخوام به شما بدم، گوشیش رو قایم میکنه از همسر یا بیرون میره و در دسترس نیست. ببین برای مثال من اینو به زوجا میگم که شما یه موقع میگی که من تو جلسه، مثلا خانم زنگ میزنه یا حالا همسر یا آقا، فرق نمیکنه، و شما 3-4 ساعت نیستید، بعد میگید من تو جلسه بودم. خب بعد میگم چه اشکالی داره؟ شما همسرت الان نگران شده به خاطر رفتارهایی که خودت کردی. خب و الان با شما تماس میگیره، شما تو جلسه هستی، گوشی رو جواب بده، حرف نزن، صحبت نکن، فقط جواب بده.
و اون صدای جلسه شما رو میشنوه، بعد خودش قطع میکنه. تصویر زنگ زده، خب اشکالی نداره، گوشی به سمت منه، تصویر رو باز میکنم، متوجه میشه که ما در یک جلسه هستیم و قطع میکنه. این احترام گذاشتنه دیگه، احترام گذاشتن برای اینکه من تعهد و وفاداریمو میخوام به شخص اون طرف مقابلم نشون بدم. پس این من میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟ ببخشید من اینقدر این بحث برام جذابه و قبل از وبینار سوالای مختلفی بود. کلا آیا واقعا آدمی که خیانت میکنه، گاهی وقتا ما یه سری آدما رو میبینیم دور و برمونن که اصلا فکرشو نمی کنیم که تو رابطهش یا تو زندگی زناشوییش این دقیقا همون آدمی باشه که داره خیانت میکنه. یعنی شما باهاش صحبت که میکنی به شدت دیسیپلین داره، تو کارش حرفه‌ایه، یک آدم پروفشناله با شخصیته، ولی وقتی این لایحه رو باز میکنی، نزدیکتر میشی، با پارتنرش صحبت میکنی، با زنش، با شوهرش، متوجه میشی که این آدم خیلی سمیه. اصلا چی میشه که یه نفر سوق پیدا میکنه به سمت اینکه خیانت کنه؟ چرا نمیخواد متعهد باشه؟ این خیانت چیه که آدما رو قلقلک میده؟ مگه ما تو رابطمون دوست داشتن، احترام، اعتماد اینا کافی نیست؟ اون مثلا میگم به خصوص توی کیسایی که زندگی زناشویی دارن، همسر هستن، دقیقا میگن خیانت زمانی اتفاق افتاد که خانم من باردار بود، خانم من توی شرایطی بود که خیلی نیاز به حمایت داشت، بعد من مغزم سوت میکشه. خب چرا؟ اون داره بچه تو رو داره تو شکمش نگه، اون به توجه نیاز داره، بعد تو به جای اینکه ساپورتش کنی رفتی سراغ یکی دیگه برای اینکه حال خودت بد بوده. پس حال بد اون خانومه چی میشه؟ یا حال بد اون همسره چی میشه؟ خیلی دوست دارم بیشتر راجع به این موضوع بدونم که چی میشه که بله. آدما میرن سمت این موضوع خیانت کردن. ببینید یه بحثی که همون اول مطرح کردم، گفتم گاهی اوقات در اثر اختلالات روانی مثل خودشیفتگی، خب یه فرد خودشیفته میتونه یک فرد موفق باشه و جایگاه اجتماعی خیلی خوبی داشته باشه، یا یک فرد مثلا نمایشی. بعد شما فیلم ها خیلی میتونن به ما کمک بکنن. اگر اهل فیلم نگاه کردن هستین، یه فیلمی هست به اسم آندوین با بازی نیکول کیدمن، خیلی قشنگ اینو نشون میده که اتفاقا خانم نیکول کیدمن خودش روانشناسه و همسرش جراح مغز و اعصابه و به همسرش خیانت میکنه و فیلم کاملا روانشناسیه، یعنی خیلی تخصصی درست شده. داره نشون میده که یک فردی که با همسرش خیلی زندگی خوبی داره، همه چی خیلی کامله، اما چرا این فرد این کار رو انجام میده؟ یک این که خب افرادی که در واقع حالا خودشیفته ها معمولا اصلا احساس پشیمانی ندارن، خب و اصلا هم ممکنه قبول نکنه و کاملا انکار میکنه، یعنی هیچ وقت نمیگه که تقصیر من بود و انکار میکنه. پس ببینید این یک عاملش میتونه باشه که اینجا ما دوباره برمیگردیم به همون تست‌های تخصصی قبل از ازدواج برای اختلاف شخصیت که خیلی مهمه. یه وقتایی برای باورهاست، یعنی باور شخص باورهایی هست که اشتباهه. ببین برای مثال همین موردی که شما در واقع فرمودین که یک آقای میاد، حالا خانمش در دوره بیماری هست یا زایمان هست، بعد میره خانمی رو صدا میکنه، بعد میاد میگه که خب خانم ها میتونن خودشون رو کنترل بکنن نیازشون، ولی آقایون نمیتونن. آقا پس حق داره که این کار رو انجام بده. ببین این باورشه. خب و گفتم همون اول اشاره کردم، گفتم که خیانت یک مسئله ذهنیه. یا همین که یه آقای خیلی جالب بود پیش من اومده بودن، گفتم که خب شما به همسرتون خیانت کردین، الان به هر حال همسرتون خیلی ناراحته از دست شما. گفت که خانم تقدیر من خیانت نکردم، من این خانم رو سیغه کردم. چون سیغه کرده بود، محرم بود، احساس میکرد که دیگه خیانت نیست. حتی جالب بود از من سوال کرد که مگه این هم خیانت محسوب میشه؟ یا یه مثال دیگه براتون بزنم. یه شخصی پیش من اومده بود، با یه خانم متأهل 7 سال ارتباط داشت
بعد متوجه شده بود که اون خانم متأهل به ایشون هم خیانت کرده، خیلی ناراحت بود. بعد زمانی که اومد پیش من به خاطر شکست عشقی و عاطفی پیش من اومده بود دیگه. بله. من شما در این سال‌ها با این خانم متأهل مثلا در واقع در ارتباط بودیم، هیچ وقت پیش نیومد برات ازدواج کنی با کسی باشی و اینها. یه دفعه گفت که من متأهلم و خیلی جالب بودا، یعنی مدام داشت از تنهایی گلگی میکرد. گفتم که با خانومت چطور رابطتون؟ گفت رابطمون خیلی خوبه، همه چی خیلی خوبه، من خیلی خانوممو دوست دارم. گفتم که خب چرا اصلا عنوان نمی‌کنی؟ همش میگی من تنهام، چرا اصلا خانومت رو به حساب نمیاری؟ گفت خب خانوم که حساب نمیشه. یه نفر بله یه نفر دیگه که باید باشه به غیر از خانوم. یعنی ببینید اینا ذهنیه. بعد یه کسایی هستن نورون‌های آینه‌ای ضعیفی دارن این افراد. نمیتونه خودش رو جای طرف مقابل بذاره، یعنی نمیتونه اون رنجی رو که طرف مقابل میبره رو نمیتونه متوجه بشه، این رفتار رو ادامه میده. بعد به هر حال برای همین که بررسی بشه کیس به کیس، یه وقت ما رو باور یکی کار میکنیم که همین موارد، یه وقت میان روی همون اختلالی که داره کار میکنیم، یه وقت مثلا یه فردی ضد اجتماعی هست، یعنی اصلا از رنج کشیدن همسرش یک لذت ناهوشیار میبره. واقعا این حرف رو زده این در واقع شخصی من که من زمانی که خانم من گریه میکرد و بیهوش میشد من لذت میبردم و تایید میگرفتم که چقدر دوستم داره، چقدر من براش مهمم و برای همین تقویت میشدم که دوباره بهش خیانت بکنم که دوباره اون حالش رو ببینم. بله و زمانی که این کار رو انجام داد و همسرش دیگه یه دفعه یه جایی اون انرژی روانش کامل دیگه تخلیه شد و دیگه نکشید و رفت برای طلاق، این آقا اومده بود که ای بابا من به خاطر اینکه میخواستم ازش دریافت بگیرم که چقدر منو دوست داره، چقدر بهت اهمیت میده، اصلا من بهش خیانت میکردم و یعنی یه کاری هم میکردم بفهمه. میخواستم ببینم اینو ببینم، اون گریه رو، اون در واقع بی‌تابیه رو از همسرم بگیرم. پس ببینید که چقدر پیچیدگی داریم در این موضوع خیانت یک مسئله هست که به شدت پیچیده هست که ما پیدا بکنیم که اصلا در اثر چی به وجود میفته، یا اینکه یکی از چیزایی هم که گفتم یه شخصی یه زندگی خیلی خوبی داره میگه من زن و بچه‌مو خیلی دوست دارم. خب چرا خیانت کردی؟ میگه که تحقیقی مثلا با دوستان یه رفته بودیم، بعد دیگه یه باقی بوده مثلا خانم بوده چرا به همسرت خیانت کردی؟ میگه سرگرمی، با دوستان رفته بودیم میگه برای سرگرمی با چند تا آقا. ببینید اینا در واقع همه از روی اون ذهنیت میاد. این خیلی مهمه. اول ذهنیت هست بعد رفتار شکل میگیره. و برای اینکه ذهنیت پارتنرمون رو در رابطه با این موضوع بسنجیم، من بک میزنم به صحبت خودتون که لازمه تست‌های روانشناسی مختلفی رو انجام بدیم، جلسات مشاوره پیش از ازدواج زیادی رو داشته باشیم، چون ما وقتی یک کسی رو خوشمون میاد اینطوری که اوکی این آدم رو دوست دارم، خونه و ماشین داره، کارم داره، پس این اون کسی که منو خوشبخت میکنه. بعد وقتی که وارد جلسات مشاوره پیش از ازدواج میشیم تازه وارد یک دنیایی میشیم که اصلا حواسمون به هیچ کدومش نبوده، به اون جزئیات نبوده. پس جلسات مشاوره پیش از ازدواج میتونه یکی از عاملی باشه که کمک بکنه به ما که تجربه خیانت رو نداشته باشیم. یه کامنتی یکی از دوستان داده بودن این پایین، بله فاطمه عزیز نوشتن که سالها من از خیانت همسرشون مطلع بودن و سکوت کرده بودن. بعد از فاش شدن با اینکه بهشون گفتن همسرشون جواب دادن که خب میخواستی بگی صبوری نکنی. اینکه ما مواجهمون با خیانت چجوری باشه هم به نظر من یکی از نکاتی که تو این وبینار با تخصص و راهنمایی شما میتونیم جواب بگیریم. سکوت کنیم، در موردش صحبت کنیم،
مشاوره بگیریم، اصلا خیانت رو با خانواده‌مون در میون بذاریم یا نه با دوستامون صحبت کنیم. اگه این اتفاق افتاد بریم سراغ کی میخواد ما رو نجات بده. بله ممنون میشم اینا هم پس ذهنتون داشته باشیم برای اینکه بهش پاسخ. بله. ببینید این هم رفت. صداتون قطع شد خانم از خانم تقدیری عزیز. میگه من همیشه احساس میکردم که من صداتون رو ندارم، صدا و تصویرتون قطع شد. الان چطور؟ الان اوکیه، بفرمایید. خب. ببینید در واقع شخص اصلا ببینید قبل از ازدواج به پیش مشاور رفتن خیلی مهمه. بعد از ازدواج یک مشاور داشتن که یک سری سوالات و تعارضاتی پیش میاد و بتونن اینو از یک درمانگر کمک بگیرن. اصلا شده ماه یک بار، 2 ماه یک بار، 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار، سال یک بار، بسته به اون در واقع تعارضاتی که دارن و مشکلاتی که دارن. یعنی اینکه من کی برم پیش مشاور، ما هممون باید به صورت فردی یک در واقع درمانگر داشته باشیم. اصلا یکی از معضلات ما که الان ما داریم اینه که افراد در بحران پیش ما میان. وقتی که یه بحرانی اتفاق میفته میان اینجا. خیلی سخته اینجا در واقع کنترل کردن اینها که اینقدر آسیب دیده. ما باید این خشمش کار بکنیم که اصلا آروم بشیم. یعنی میخوایم مثلا آرومش بکنیم صحبت بکنیم. یکی از در واقع همین چیزایی هم که اتفاق میفته معمولا اصلا میگه که کشمکش طلاق میان مشاوره میگیرن و معمولا یک نفر کامل تصمیم طلاق رو گرفته که حالا گاهی بعضیشون برمیگردن، گاهی هم میبینن خیلی دیر شده. پس این که من کی مراجعه بکنم، ما به صورت فردی یک درمانگر و یک مشاور اصلا باید داشته باشیم در زندگی، همینطوری به صورت نرمال. بعد زمانی متوجه میشیم که یه چیزای مشکوکه، خب خیلی خوبه که بریم حتما با یک فرد متخصص در این مورد صحبت بکنیم، چون که میریم با یه نفر صحبت میکنیم داریم دیگه بر اساس اون باورهای قدیمی میگه که میره میاد، حالا اشکال نداره همه آقایون این کار میکنن، یا مثلا تو فقط محبت کن حالا هر جا بره خودش برمیگرده، به روش نیار. و این صحبت‌ها اتفاقا من یه خانومی داشتم که میگفت که من اون نفر سومه رو هی میرفتم پیدا میکردم و رابطه رو قطع میکردم. بعد از چندین سال متوجه شدم که یه رابطه از دستم در اومده بود. بعد متوجه شدم که این خانوم الان 3 تا بچه داره از همسر من و خیلی خوب ناراحت شده بود به قدری که اصلا قدرت تکلم رو از دست داده بود. اینقدر دیگه اعصاب و روانش تاثیر گذاشته بود. و اینها دقیقا اشاره که کردم زمانی که متوجه میشیم یه چیزی میبینیم، نشانه ها و آثارش رو میبینیم، جرأتمندانه و بالغانه بشینید با هم گفتگو بکنیم. خب حالا یه وقتی هم هست من اینم بگم، یه نفر میاد میگه من یه مچ شوهرم رو گرفتم و بهش میگم تو به من خیانت میکنی، یا انکار میکنه یا میگه تقصیر خودته یا میگه اشتباه میکنم، گردن نمیگه، پشیمون نمیشه دیگه. این یکی از این نکاتیه که ممکنه درمانگر اینجا به تشخیص خودش بیاد بگه جدایی برای شما الان بهتر از ادامه دادنه. خب یا یک راه، یک مسئله‌ای هست که ببینه چیه و اونو بررسی بکنه، سیاست‌های یادشون بده، فرق نمی‌کنه چه در آقا چه در خانم، یک سیاست‌های آیتمی جذابیتشون رو بالا ببره. اول این سعیا رو ما می‌کنیم به عنوان مشاور، اول این کارا رو انجام میدیم، ولی یه وقتایی هست که اون شخص اصلا انتخابش همونی که گفتم موضوع خیانت یک انتخابه. یه خانم حرفایی انجام میده یه آقا حرفایی انجام میده، این شخص اصلا مراجعه هم نمیکنه به روانشناس، همچنان داره مسیر خودش رو میره. اینجا دیگه درمانگر کمک میکنه که فرد روی عزت نفس خودش کار بکنه، روی احساس ارزشمندی خودش کار بکنه و اینجا بیاد بگه من حد و مرزم، این خیلی قاطعانه صحبت بکنه، اگر این رفتار ادامه بدی من دیگه نمیتونم
باید ادامه بدم. یه وقتایی هم مجبور میشیم که این کار انجام بدیم. و در مورد اینکه به خانواده بگیم یا نگیم، ببین وقتی که اتفاقا این اتفاق میفته، اگر شما بدونید به خانواده بگید، همسرتون پشیمون بشه، با شما همراهی و همدلی بکنه و کمک بکنه. خیلی هستن آقایون یا خانم هایی که نمیدونن چیکار بکنن، بعد ما بهش میدیم و همه این کارا رو انجام میده. اما می‌بینی که خانواده طرف دیگه ذهنیتشون به این آدم منفی شده و اینجوری فشار میارن که نه تو دیگه نباید با این آدم زندگی کنی. از سمت خانواده دیگه این بدبینی و فشار میاد. و در مورد حق فرزندان، یه چیزی که در خانواده‌های ما متاسفانه بهش اهمیت داده نمیشه، همینه که مسائل بزرگسالان رو جلوی بچه‌ها نه تنها میگن، بلکه یارکشی میکنن، به بچه چنگ میندازن، بچه رو ابزار قدرت خودشون میکنن و کلی آسیب روحی روانی به بچه وارد میکنن توی این جریانات که خیلی خیلی برای بچه‌ها میتونه آسیب‌های خیلی زیادی رو داشته باشه. خب دیگه فکر کنم گفتم مواردی رو جواب دادم. بله خیلی ممنونم. خب خب من الان صحبت بکنم یا شما سوال میپرسید؟ هست که حالا من سوال پرسیدم، میدونم پیشا پیش خیلی از اسلایدرم با هم دیگه رفتیم جلو. بریم جلو ببینیم آیا نکته مونده توی اسلایدرها. بله بفهم. ممنون میشم زحمت بکشیم برق بزنید اسلایدر رو. من از اینجا امکانشو داری؟ فکر کنم شما باید ورق بزنید. خب بخش 8. خب ببینید یه وقتایی ما یه نبایدهایی هم داریم برای شخصی که بهش خیانت شده. خب ببینید این نبایدها چی هستند؟ خب ما میگیم ببین اولا که میگیم انسان ممکن الخطاست. خب یعنی خب حالا یک اتفاقی افتاده، همون اول خیلی سریع تکانشی تصمیم طلاق رو نگیرن، مخصوصا اگر بچه دارن. یه موقع اصلا ممکنه که سوء تفاهمی باشه و یا اصلا در واقع می‌بینیم که همچین اتفاقی نبوده، یه چیزی بوده که فکر کردن که اصلا خیانته. بعد آبروریزی در خانواده راه نندازن، توی دوستان راه نندازن، توی محل کار راه نندازن، با همون دوباره فرزندان. میگه احساس خشم خیلی طبیعیه ها، اینکه احساس خشمت میاد بالا، اما رفتار پرخاشگرانه نه. یعنی اینجا رفتار پرخاشگرانه یکی از رفتارهای ناکارآمده که ممکنه که آسیب زدن به خود باشه، آسیب زدن به همسر باشه، به اون سوم شخص باشه و خودکشی باشه یا هر در واقع اینجور چیزها که اینها ناکارآمد هستن دیگه. یعنی شما چیز مثبتی ازش دریافت نمی‌کنید، آسیب بعدی رو در واقع به خودت داری وارد می‌کنی. تفکر همه یا هیچ داشتن، اینم دوباره خوب نیست. یعنی چی؟ یعنی که میاد همه چیز رو نادیده میگیره، یعنی شخص اشتباهی کرده همه چیز رو میاد نادیده میگیره. بعد دیگه آسیب مالی وارد کردن، مثلا به خانواده، به بنیان خانواده. بعد دیگه اینم که در مورد یادکشی کردن بچه‌ها و اینها صحبت کردم که نباید انجام بدن. و ببینید ما یه مهارت‌هایی داریم، مهارت‌های زندگی، میاد میگه مثلا مهارت کنترل خلق پایین.
ببین اینجا در بحران اصلا مهارت مدیریت بحران هم داریم دیگه. اینجا یک بحران اتفاق افتاده، شخص این مهارت رو نداره، نمیتونه خشمش رو کنترل کنه. خب ما اینجا در این بحران میخوایم بهش آموزش بدیم که خشمش رو کنترل بکن، یعنی بلد نیست، اصلا نمیتونه. پس اینجا هم به همون اهمیت در واقع این مهارت ها پی میبریم. یا اینکه این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که ما بتونیم با 2 نفر گفتگوی منطقی داشته باشیم. یعنی مثلا ما 2 نفر میایم پیشمون، بعد میخوایم صحبت کنیم، یکی یه قهر میکنه از اتاق میره بیرون. خب یعنی اصلا نمیدونه صحبت منطقی کردن و گفتگوی تکنیک کردن اصلا یعنی چی. خب اینم باز دوباره همون یکی از همون عواملیه که از درک در واقع اون آدم میاد دیگه. بله. خب دیگه بعد یه وقتایی هم مثلا می‌بینیم که یه شخصی که نباید میگم فرد آسیب دیده باج‌خواهی میکنه، فشار خیلی بیش از حد میاره. اینا هم در واقع دیده شده گاهی. که ما یه موردی داشتیم اتفاقا که همسر اومد خیلی همکاری کرد، 2-3 سال بود که هر چی همسرش گفت همه اون کار انجام داد. اینو به نامم کن، این کارو کن، از هر لحاظ ارتباط تو با این قطع کن، با خانواده‌ات قطع کن، اینطور و همه اون کار رو انجام داد همسر. بعد چند سال نه این همچنان میگه من نمیتونم ببخشمت، من نمیتونم و دوباره داره اینجا بهش در واقع نگاه کردیم که این یک چیزی پیدا کرده که همواره داره این در واقع آدم رو تحت فشار قرار میده و همسرش دیگه اون رو من دیگه خسته شدم دیگه، واقعا هر کاری از دستم برمی اومده انجام دادم و دیگه واقعا نمیدونم باید چیکار بکنم و خسته و ناامید شده بود. اینم باز از همون کارهایی هستش که فردی که آسیب دیده نباید انجام بده. خب دیگه آدم هم حالا یه موقع هست که ببینید برای یه زوج این اتفاق میفته، عوامل ایجاد بی‌اعتمادی مجدد. عوامل بی‌اعتمادی رو که همون که دوباره گفتم که یه اتفاقی افتاده و شخص میگه خب منو ببخش، من اشتباه کردم، خیانت کردم. بعد دوباره می‌بینیم که دیر میاد خونه، در دسترس نیست، یا وقتی که میاد گوشیش در دسترس نیست، گوشیش سال. اینا اصلا چیزایی هست که خود به خود شک برانگیزه. یعنی الان خودم هم که باشم مثلا وقتی میبینم که مثلا ببینم همسرم گوشیشو از من قایم میکنه، خیلی طبیعیه که شما اصلا به صورت طبیعی میگه که چرا داری گوشی از من قایم میکنه. دیگه حالا در این موارد، در این اتفاقی که میفته بعد از این، خب خیلی طبیعی تره که اون در واقع بی‌اعتمادی باشه و این رفتارها باعث میشه که اینا دوباره بروز پیدا بکنه، این احساس ترس و اضطراب که نکنه دوباره بره خیانتی اتفاق میفته. خب بریم سراغ بخش 11مون. این به نظرم باید بخش جذابی باشه. بله ببینید اینجا کمک مشاور خیلی مؤثر هست که ما چیکار میکنیم، میایم به این افراد یاد میدیم که بشینید با هم دیگه، زمانی که اون فردی که آسیب دیده از احساس غمی که داره با شما صحبت کنه، فکرایی رو که داشته در سرش هست رو بازگو بکنه، سرکوبش نکن، دنبال مقصر نگرد. اینجا به اون فردی که خیانت کرده یاد میدیم که نمیخواد جواب بدی، دنبال مقصر نگرد و فقط اجازه بده این احساسش رو تخلیه بکنه. خب و شما فقط اینو بشنو و باهاش احساس همدلی بکن و گاهی هم مثلا حواسش رو با یک چیز خوب، با یک محبتی، با یک ابراز علاقه‌ای، با یک بغل کردنی در واقع سعی کن که از این حالت عبورش بدی. و دیگه درمان فردی هست که یه موقع هست شخص میاد پیش ما، می‌بینیم که یه سیکلی داره، میگه من نمیدونم دست خودم هم نیست، خانمم هم خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا دارم خیانت میکنم.
اینجا بررسی میکنیم، یه موقع روانکاوی میکنیم، داشتیم این مورد رو، من مثال میزنم اینا رو که بهتر بتونن بچه‌ها درک بکنن. اینه که یه دفعه رسیدیم به اینکه این فرد نسبت به مادر خودش خشم داشت، نسبت به جنسیت زن و خیانتی که داره میکنه انتقامیه که داره از جنس زن میگیره. خب یا مثلا ممکنه که مال اعتماد به نفس مثلا پایین باشه، احساس ترس باشه. تو جالبه، یعنی شخص میاد یه جایگزین دیگه رو میذاره که اگه همسرم رفت این باشه، اینجوری انگار از لحاظ روحی روانی احساس بهتری داره. اینا اشتباهه ها، منتها این اتفاق هست. بعد روی هر دو کار میکنیم به صورت فردی، هم روی شخصی که در واقع خیانت دیده، هم روی شخصی که خیانت کرده و روی بهبود ارتباطشون، یعنی کارهایی رو یادشون میدیم، گفتگو یادشون میدیم، این در واقع تفاوت‌های جنسیتی زنان مردانه رو یادشون میدیم که بتونن ارتباطشون رو دوباره بهبود بدن. زمان میبره. یه نفر یه صحبتی من میکرد، این بود که خانم تقریبی ای کاش یک نفر به من گفته بود که بعد از خیانت، بعد از این اتفاق دیگه هیچ چیزی مثل سابق نمیشه، قبل نمیشه. یعنی من دیگه هیچ وقت اون انگار اون خنده، اون احساس اعتماد، اون در واقع عشق و علاقه‌ای که همسر نسبت به این داشت رو دیگه انگار ندیدم بعد از این جریان خیانت. در کل خیلی آسیب خیلی سختی هست و همین هم نشون دهنده اینه که صبر و حوصله خیلی زیادی میخواد، همراهی میخواد، همدلی میخواد تا بتونن به هر حال با گذشت زمان بتونن این احساس رو دوباره، اون در واقع احساس جلب اعتماد رو بتونن داشته باشن. و یه مورد دیگه که اینجا الان یادم اومد بگم، یه وقتا یه فرد میخواد با کنترلگری از خیانت جلوگیری کنه، از خیانت همسرش جلوگیری کنه. این اصلا این فکر اشتباهیه. ما به هیچ وجه نمیتونیم کسی رو کنترل کنیم که خیانت نکنه. خب به جای اینکه بیایم اون فرد رو کنترل بکنیم، صمیمیت رو و عشق و احترام رو باید تقویت کنیم در رابطمون. ببین وقتی این سه تا باشه نسبت به همسر، همسر خود به خود اصلا خیانت نمی‌کنه، مگر در مواردی که گفتم شخص اختلال داره که اصلا اون دیگه خارج از این موضوع هست. پس روی مؤلفه هاش کار میکنیم، روی چیزهای دیگه کار کنیم، نه روی خود کنترل، چون اصلا نمیشه کسی رو کنترل کرد. خب بریم سراغ بخش 11. نقش فرزندان در بحران خیانت و لزوم تفکیک نقش والدین از زوجیه. بله، ببینید اینجا همونطور که گفتم ما یه چیزی رو که قبل از بچه دار شدن باید خیلی روی این موضوع به ما یاد داده نشده دیگه. اینها ما همینجوری بدون گواهینامه نشستیم تو ماشین داریم رانندگی میکنیم و تصادف میکنیم دیگه. بله. کسی بهمون یاد نداده. قبل از بچه دار شدن یه موضوعی که هست اینه که احساس مسئولیت پذیری، یعنی من به شخصه یک مادر هستم. این نقش مادر بودنم از نقش همسر بودنم جداست. زمانی که اتفاق میفته و همینطور مثلا پدر فرزند، زمانی که یک اتفاق میفته به اصطلاح میای چیکار میکنی؟ میای همون گفتم یار کشی کردن یا فرزند رو پس زدن. یعنی مثلا اینطوری میشه که این همسر که دیگه الان به درد من نمیخوره، پس دیگه بچه‌شم الان دیگه اینجا به کار من نمیاد، میخواد جلوی دستمو بگیره. یعنی نقش مادریش رو هم میذاره کنار یا نقش پدریش رو هم میذاره کنار. و یه موقع ما این بچه اصلا وسط مونده متاسفانه. یعنی نه مادر اومده نه پدر. اینقدر مثلا یک نفر، من به اینو به زن و شوهرها میگم یک نفرتون حداقل اون احساس مسئولیت پذیری رو داشته باشید. یک نفر مسئولیت پذیر باشه و اهمیت بده به فرزندان. و اینکه
خیانت رو خیلی توی خونه نباید حرفش رو زد، در موردش گفتگو کرد جلوی بچه‌ها. ببین همین گفتگو کردن زیاد توی خونه باعث میشه که مسئله عادی میشه، حتی خود فرزندان هم بعداً این کارو میکنن. که من موردی داشتم که آقای اومده پیش من و زندگی خودش در اثر خیانت داشت از بین میرفت. بعد میگم من مادرم به پدرم خیانت میکرد و ما هر روز توی خونه کشمکش و دعوای خیانت داشته و این قضیه برای این آدم مثلا عادی شده بود و با افراد نزدیک خانواده میومد و با همه ارتباط می‌گرفت. این کار براش خیلی کار عادی بود، یعنی در دیگه ناهوشیارش جا افتاده بود که این کار عادیه. و اینکه خراب کردن یک والد برای فرزند، یعنی مثلا میگه به یه فرزندی که پدرت این کار با من کرده یا مادرت که همچین آدمی این کار کرده و اون در واقع نقش والد رو خراب میکنه در فرزند، باعث بروز در واقع خشم میشه و گاهی یه وقتایی پیش میاد که فرزندان هم این وسط میان و شده این اتفاق افتاده که یه مقدار بزرگتر میشن و خود پدر مادر میخوان برگردن با هم زندگی کنن، بچه‌ها نمی‌ذارن. این هم دوباره هم آثاری هست که خودشون خیلی دخالت به بچه‌ها کنن. خب یکی از کارهایی که ما انجام میدیم، ببینید بعد از اینکه خیانت اتفاق میفته نشخوار ذهنی خیلی زیاده، نشخوار ذهنی دارن آدم‌ها و این خیلی اذیت کننده هست. یا برمیگردن به گذشته یا در آینده هستن و معمولا در لحظه حال نیستن و اینجا یکی مهارت ذهن آگاهی مهمه، یعنی زندگی کردن در لحظه و الان و از این به بعد که اینو ما آموزش میدیم به افراد. بعد یه کاری که انجام میدیم یه جدول خودپایشی برای زوج‌ها توضیح میدیم که چجوریه. میگیم شما احساست رو بنویس از اتفاقاتی که داره میفته در طول زندگی برای هر چالشی که هست. احساست رو بنویس که طرف مقابل و فکرت رو هم بنویس که من این فکر رو دارم. بعد بیار اول اون اتفاقه رو می‌نویسی، یه اتفاقی افتاد، من یه احساسی درم بالا اومد، این احساس چیه؟ تفکیکش کن. یعنی فقط نگو من احساس بدی دارم، احساس رو بشناس. غم، خشم، شرم، ترس، این چیه؟ بعد فکرتو بنویس، بعد بیار اینا رو بعد از این مدت میاد اینا رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که یه در واقع همون پایینش نوشتیم که خطاهای شناختی یه سری از افکار ما کلا خطاهای شناختی خودمون هستن، تله‌های ذهنی خودمون هستن. اینا رو ما به مرور که با هم میریم به تفکر منطقی میرسونیمشون و واقعیت رو همونطوری که هست می‌بینیم. خب اینجا دیگه شروع میکنن یاد گرفتن و پیش رفتن. ببین یه جایی مثلا ما میگیم که خودآگاهی، لایه اول خودآگاهی چیه؟ لایه اول خودآگاهی اینه که من کیم؟ من کیم و مثلا حتی ظاهرم ها خیلی راحت به نظر میاد، خیلی راحت به نظر میاد، من میدونم کیم دیگه. بعد این در موردش بنویس، نقاط ضعفتو بنویس، نقاط قوتتو بنویس، خودتو توصیف کن، خط قرمزاتو بگو، هدفت از زندگی چیه. بعد و این سوال‌ها رو که می‌کنیم و اینا بعد که میاد بنویسه میگه که مثلا نه واقعا یه سریاشو نمیدونم دیگه. حتی من یه موردش هم بهش گفتم که نقاط ضعف رو به جرئت میتونم بگم من هیچ نقطه ضعفی ندارم، من اصلا هیچ خصلت بدی ندارم. ببین این از کجا میاد؟ از اینکه واقعا خودش نشناخته. مگه میشه ما نقطه ضعف نداشته باشیم؟ مگه میشه ما 100% کامل باشیم؟ پس این خودش نشناخته. و یا حتی در مورد ظاهرمون، ما جلوی آینه میریم خودمون رو میبینیم ولی در مورد ظاهر هم یه کسی ممکن اعتماد به نفس کاذب بالا داشته باشه، اصلا تصوری که از خودش داره غیر واقعی. یه موقعی که اعتماد به نفس کاذب خیلی پایین داره و باز دوباره که میبینیم که میره عملهای جراحی خیلی خیلی زیاد، مثل یه خانمی هست که 25 بار فکر میکنم بینیش رو جراحی کرده و الان دیگه اصلا بینی نداره ولی همچنان میگه من بینیم بزرگه.
پس ببینید در مورد همون لایه اول ما ممکنه اینقدر توش بمونیم. این در واقع اینجا کمک میکنیم که طرف احساسات خودش آگاه بشه و افکار خودش آگاه بشه و خطاهای شناختیش رو بشناسه. خب بریم استوری بعدی اگه سوالی هست. من خیلی دوست دارم که چون الان من چت رو باز گذاشتم که بچه هایی که هستن دغدغه هاشون رو بگن. بخش معرفی کتاب رو هم پیش ببریم، بعد بریم سراغ پرسش و پاسخی که بچه ها دارن و توی باکس برامون نوشتم. خب ببینید کتاب که حالا من اینجا یک کتابی نوشتم که خیلی روونه این کتاب و خیلی خوبه. در کتاب خیانت مال دکتر شهبانو قهاری هستش، انتشارات دانژه، که کتاب خیلی خوبیه و خیلی کتاب راحتی هست، کتاب تخصصی نیست و خیلی راحت میشه راحت. دیگه کتاب وفاداری مه‌آلود هست از دکتر صادق باران اولادی و دکتر محمد حسن گرامی. عشق پایدار هست از جان گاتمن. اینا کتاب‌های خوبی هستن. بسیار آره این کتاب‌ها رو میتونن تهیه کنن و بخونن. خیلی همالی. در مورد فیلم هم اگر که یکی گفتم، یکی فیلم آنگوینگ رو معرفی کردم، یکی فیلم بی‌وفا آمریکایی، فکر می‌کنم آمریکایی باشه، که یه خانومی هست به همسرش خیانت میکنه، داره نشون میده که چجوری شکل میگیره. خیلی قشنگه. بعد دیگه فیلم دمیج هست. فیلم دمیج فیلم محصول مشترک انگلستان و فرانسه هست که یک آقایی با عروسش به پسرش خیانت میکنه. خیلی تلخیه ولی خیلی اون هم خیلی فیلم تخصصیه که باز دوباره داره نشون میده که چجوری شکل گرفت و چجوری میتونه آدم رو فریب بده که اون لحظه اون طرف رو خیلی خاص میکنه برات، ولی بعدن که دوباره بعد آخر فیلم نشون میده که میگه من اینو برای خودم خاص کرده بودم و خیلی فیلم جالبی هست. فیلم های ایرانی هست که اتفاقا سایت خودتون گذاشته بود زیر سقف دودی. خیلی فیلم بعد عصر یخبندان دوباره برای همه اونم فیلم خوبیه. اینا فیلم های خوبی هستن که میتونم ببینم. بعد خب بریم پرسش ها رو ببینیم. آره بریم سوالا رو بپرس. من قبل از اینکه وارد سوالات بشیم یه سوال از دوستان بپرسم تا اینجا وبینار اوکی بود، با مثبت و منفی بهمون جواب بدین لطفاً. اگر خب مرسی، بهمون فیدبک بدین، خیلی کمک میکنه که ببینیم مسیری که ادامه بدیم. خب خدا رو شکر. مرسی ممنونم ازتون. من میخوام صفحه چتمون رو بزرگتر بکنم و بریم سراغ سوالاتتون. خب یه خانومی بودن اینجا، فاطمه. محسن گفته که کی باید ریاکشن نشون بدیم، کی بریم سراغ مشاور. پیشنهاد خانم دکتری بود که قبل از اینکه به اوج فاجعه برسیم، زمانی که داره بهمون چراغ میزنه اون وقته، یا بهتره که هر کدوممون تو زندگیمون یک نفر مشاور داشته باشیم، ماهی یه بار، 2 ماهی یه بار، هفته یه بار باهاش صحبت بکنیم بسته به نیازمون. ندا گفته اگه ما خانم‌ها یاد بگیریم وارد زندگی آقایون متأهل نشیم هیچ خیانتی نخواهیم داشت. ندا جونم اگه آقایون متأهل هم یاد بگیرن که خانومشون رو نگه دارن، ارزش، احترام، جذابیت، عشق و همه اون چیزی رو که میخواد بهش بدن، مطمئنم که ما توی جهانی از گل و بلبل زندگی میکنیم. فاطمه نوشته که این فاطمه رو کامنتش رو دوست داشتم، هرچند که خودتون توی صحبتتون اشاره کرده بودین. 6 سال طلاق عاطفی گرفتن، جدا زندگی میکنن، همسرشون کاملا بی‌تفاوته، تماس باهاش نمیگیره، خبری ازشون نمیگیره. نمیدونم چرا از دایره امنم خارج نمیشن برای طلاق گرفتن، نمیدونم ترسم برای چی.
خیلی در خوب. حد 2-3 تا جمله اگر بتونید راهنماییشون بکنید. خب ببینید اینجا یه نفر میاد خیلی شفاف تو طلاق خیانت انتخابی، یعنی اصلا یه نفر دیگر رو انتخاب کرده و خیلی شفاف و واضح میاد میگه. اینجا ما باید بیایم رو پذیرش این خانم کار بکنیم، رو پذیرش کار بکنیم و بیایم ببینیم که اون تله های ذهنیش چی هست. مثلا به احتمال خیلی زیاد تله رها شدگی داره و ترس از تنهایی داره. خیلی از خانم‌ها به طور خودکار اینا رو دارن، مثلا توی یه سری‌ها خیلی بیشتره. بعد وابستگی شدید داره. بعد دوباره ممکنه که یه باورهایی داشته باشه که حالا من بچه هم دارن. احتمالاً دارن، چون نوشتن از ما خبری نمیگیرن. ببینید یه توی دوباره قدیم خیلی اینطوری بود که میگفتن به خاطر بچه بمونید دیگه. الان توی تحقیقات ما دیدیم که اگر که در خانواده‌هایی که پرتعارض هستن یا در واقع خانواده‌هایی که بی‌محبتی هست، بچه‌ها در این زندگی‌ها بیشتر آسیب می‌بینن تا بچه‌های طلاق. این بچه‌های طلاق یه بحثیه که خب جدا شدن و هر کدوم دارن برای خانواده‌ها دارن برای خودشون پدر مادر زندگی می‌کنن. ممکنه ارتباطاتشون هم با هم دیگه داشته باشن، ارتباط خوبی باشه، ولی در این نوع زندگی ببینید ایشون در یک مسیر گیر کرده و این خیلی راه پررنجیه. پس باید بیاد چیکار بکنه؟ باید بیاد تو احساس ارزشمندی خودش کار بکنه، تکنیک داره و خودش رو دوست داشته باشه، روی استقلالش کار بکنه، مستقل بشه، بهانه ها رو کنار بذاره و شروع بکنه و بتونه به هر حال از این چیزی که درش گیر کرده، وضعیتی که خودشو درش گیر نجات کرده، بده. نجات بده. چون طرف خیلی مشخصا داره میگه من نیستم. یکی این یه مورد دیگه هم که من یادم رفت بگم اینجا، بگم عرض بکنم خدمتتون، اینه که یه وقت ما همسر خیانت کرده خودمون طلاق تکانشی میگیریم میریم و یه بار دیگه میگیریم دیگه دوباره خیانت میشه بهمون. یعنی یه سیکل داره اتفاق میفته. خب یکی از دلایلی که میگیم اینجا بیا باز به مشاور مراجعه بکن اینه که میگیم یه سهم خودت رو ببین، آگاه شو به سهم خودت. ما موارد خیلی زیاد داشتیم، مواردی که اومدیم ذکر کردیم که اینها محرک هایی هستن برای خیانت و گفتیم درسته که خیانت در واقع یک انتخابه و توجیهی نداره، اما ممکنه شما یک رفتاری داری و اون رفتاری که شما داری باعث میشه، همین با هم دیگه بررسی میکنیم. برای مثال من یه خانمی با هم صحبت میکرد، میگفتش که مثلا همسرم به من مهری نداره اینطوری اینا. داشتیم با هم صحبت کردیم، یه دفعه تلفنش زنگ خورد، یعنی با تلفن با من صحبت کرد، موبایل زنگ خورد. موبایلی که جواب داد داشت با همسرش صحبت میکرد. اینقدر بد با همسرش صحبت کرد و یه دفعه خانم که ببخشید همسرم. بعدم یک جا خوردم گفتم تو اینجوری که با همسرش صحبت کردی خب معلومه این آدم با تو سرده، با تو بد رفتار کنه. یه وقتی یه چیزایی هست که ما خودمون نمیدونیم و ضربه میخوریم، طرف مقابل از همون دور میشه، خیانت میکنه، رها میکنه و میریم هم توی زندگی دیگه همچنان رو با خودمون میبریم و اونجا دوباره سکه خیانت رو دوباره برای اتفاق سرمون میفته. میگن وقتی یه رو تجربه میکنیم ما بهمون خیانت میشه توی رابطه به خاطر اینکه یه آدمی رو انتخاب کردیم که دیدگاهش مثل ما نبوده، خط قرمزای ما رو نداشته. بعد اگه بلافاصله ریاکشن انجام بدیم، طلاق بگیریم بدون اینکه به ارزش خودمون پی ببریم، چارچوبای خودمون رو محکم‌تر کنیم، عزت نفسمون رو تقویت کنیم، باز هم میریم سراغ یه آدمی که مشابه همونه. فاطمه عزیز، شما برای اینکه بتونید تصمیم درست بگیرید لازمه که اول از همه خودتو تقویت کنید. تقویت کردن عزت نفس، اعتماد به نفس، استقلال مالی داشتن، همه اینا چیزی نیست که تو بری جلوی آینه بگی خب من از این به بعد خودم رو دوست دارم. یک نفر به عنوان مشاور باید کنار شما باشه، بعد مسیر رو با شما طی بکنه، بهتون تکنیک بده، بهتون فیدبک بده تا انشاءالله به مسیری که مد نظرتون هست برسید. معصومه میگه که من 1 سال، این از اون جنس پشیمونی است، ولی میگن از همسرشون بهشون خیانت کردن جنسی، اوایل گارد میگرفتن، بعدا پشیمون شدن، میخوان بر جبران کلی کار انجام بدن.
ولی معصومه انگاری که رفته، معصومه اون آدم براش تموم شده، چون خیلی دوستشون داشته، الان نمیدونه که باید چی کار کنه، از جمع فرار میکنه، یه گوشه میره. من فکر میکنم که معصومه برای اینکه از این حال در بیاد فقط باید یک مشاور کنارش باشه. حالا اگر بازم شما تکنیکی در این نکته دارین که میتونه حداقل حال الان معصومه رو بهتر بکنه، ممنون میشم که بگین. خیلی خوب. این البته خب شرایط این مقدار باید بیشتر بررسی بشه، باز دوباره اون بچه داشتن و نداشتن و وابسته بودن بچه به اون والدها، سهم پدر بودن اون شخص که چه پدری هست برای بچه ها و اینکه پشیمون شده و میخواد که جبران بکنه و اگر علاقه بینشون هست یه موقع این زوجها با هم برمیگردن، ارتباطشون خیلی قوی‌تر از قبل هم میشه، ولی ممکنه که این یه مقدار زمان ببره. خوبه که به خودتون این زمان رو بدین. خب حالا این یه موقع در دوری ممکنه دو نفر یعنی دور از هم هستن فکر بکنن. من یه چیزی رو که به زوجها میگم که فکر نکنید که طلاق اصلا همه چیزه یعنی آخرشه. ما خیلی از زوجا رو داریم بعد از طلاق هم برمیگردن دوباره با هم زندگی میکنن. من زوجی رو دیدم که جدا شدن، یعنی هستن زیادن، جدا شدن، ازدواج کردن، بعد از اون شخصی که باشم ازدواج کردن جدا شدن، برگشتن با این در واقع اولیه، یعنی کسی که با هم اول زن و شوهر بودن. اینا نشون دهنده اینه که یه مقداری این طلاق ممکنه از نوع طلاق هم تکانشی باشه، یعنی بر اساس اون احساس خشم. پس یه مقداری خشم خودشون کار بکنن، چون این یک انتقام دو طرفه میشه. یعنی شخص میگه من از این رابطه بیرون اومدم ولی چون بخشیدن در کار نبوده، حالا با گرفتن خودم دارم از اون آدم انتقام میگیرم. یعنی یه جورایی داره به ما نشون میده که ممکنه که خود این شخص یک فرد اجتنابی باشه و در واقع با نبودن خودش داره این فرد رو تنبیه میکنه، اما خودش هم داره تنبیه میشه. پس بهتره که صادقانه احساسش رو بپذیره و بیاد و اون همون تکنیک های ابراز در واقع احساسش رو و فکرش رو و با همدیگه بتونن در کنار همدیگه، چون اینجوری که مشخصه دو نفر به هم حس دارن. این حس داشتن به هم خیلی مهمه. خب بفرمایید. خب خیلی مرسی از همه بچه که مشارکت میکنن، مشکلشون رو میگن. از معصومه که گذشتیم، بچه خیلی از سوالاتی که داریم میگین یا خیلی از چیزی که دغدغه‌تونه رو ما حین وبینار بهش جواب دادیم. اینکه حتی اگر نهایت پشیمونی پارتنرمون ببینیم با حس بی‌اعتمادی چی کار کنیم، اینا چیزایی که خودتون باید رو خودتون کار بکنید و گفتم باید حتما یک مشاور کنارتون باشه. تو صفحه چت قسمت بالای بالا پریسا آسترکی یه لینک گذاشته و اون لینک پین شده. همه شما عزیزان، همه 45-6 نفری که تو جمع هستین کلیک کنین روش و اطلاعاتتون رو وارد بکنید. مجموعه به شما یک جلسه رایگان تشخیص مسئله خواهد داد. توی اون جلسه مشخص میشه که شما میتونین به تنهایی موضوع رو هندل بکنید یا حتما باید از کمک مشاورتون استفاده بکنید. روی لینک کلیک بکنید، منتظر تماس باشید، کمکتون میکنن که تصمیم درست بگیرید. نه اینکه بگم روان درمانگر هستن، ولی کمک میکنن تا بفهمید اصلا موضوعی که میخواید در موردش مشاوره بگیرین آیا موضوع فردیه، خیانته، حال خودتون بده، بچه این وسط هست، میخواین به بچه کمک بکنید، طبق موضوع خودتون میتونن کمکتون بکنن. خب بریم سراغ یه سوال من از صدرا دیدم. در یک رابطه سنتی گرفتار شدن، بر اساس قواعد و شرایط دخترموشون ازدواج کردن، با اجبار خانواده بله دادن، هیچ حسی بهش ندارن و با هر کس دیگه وارد رابطه میشن. ایشون رو هم نمیتونن طلاق بدن. صدرا حالش بده، الان باید چی کار کنه؟ یکی از اون آیتم هایی که گفتم که در واقع اون محرکی هست برای خیانت کردن دقیقا نبود عشقه. اینجا ما به چی برمیخوریم؟ ازدواجشون کلا مشکل داشته. خب اینم باز دوباره یه وقت آدم ها در یک
تله های ذهنی گیر میکنن. یعنی مثلا میگه که خب من نمیتونم جداشم، ولی نگاه که میکنیم میبینیم که خیلی از آدم ها با اون شرایطی که دارن، با شرایطی که هست این جدا شدن با همین شرایط. یه نفر میگه من بچه دارم، خب مفهومی اونا درشتن دارن زندگی میکنن. اینجا پس ایشون باید روی خودش کار بکنه و ببینید این ارتباطات فرازناشویی که برای در واقع همین خلأ زندگی متحری هست، مثل مواد مخدر میمونه. مثل اعتیاد، ما فقط اعتیادمون به در واقع چیزهای اصلی نیست. این روابط میتونه یک نوع اعتیاد باشه. یعنی اول میاد یک حال خوبی ایجاد میکنه به صورت موقتی و یه مدت حالشون خوبه، بعد دوباره حالشون خیلی بدتر از قبل میکنه. پس اصلا ادامه دادن این روال هم آسیب برای خودشون هست، هم برای زندگیشون، حالا به شکل‌های مختلف، هم روحی روانی، هم میتونن ناقل باشن بیماری‌هایی رو مقاربتی رو به همسر خودشون، میتونن هم خودشون بگیرن هم به همسر خودشون انتقال بدن. در کل این روال مثلا میتونه 10 سال دیگه رو در نظر بگیرید. خب این به هر حال این مسیری که داری میری درسته. این زوج هم اگر با هم دو نفر همکاری داشته باشن، این خیلی مهمه که من یکی از چیزایی که مطرح کردم این که دو نفر بیان و یاد بگیرن. خب حالا هم خانومشون هم خودشون یه وقت این واقعا زندگیشون اون ارتباطی رو که میخوان و از هم دریافت میکنن. یعنی اگر یک چیزی نیست به خاطر یه سری از مهارت‌هایی هست که ندارن و وقتی که اونا رو شروع میکنن یاد گرفتن اینها، میتونن با همون شخص، یعنی با همسر خودشون میتونن اون رو تجربه کنن. خب دست شما درد نکنه. دوستان ببخشید که من همه سوالات رو جواب نمیدم، میگردم توشون اونایی که در مورد صحبت نکردیم یا به نظرم بیشتر نیاز به کمک داره رو میگم. هرچند که توصیه میکنم حتما روی لینک بالای صفحه کلیک کنید، 3-4 تا سوال ازتون میپرسه جواب بدیم و تموم. الی یه نکته رو گفته، اگر خاطرتون باشه گفتین که بعضیا دچار باجگیری میکنن تو رابطه، وقتی معذرت خواهی میکنی ابراز پشیمونی میکنی دیگه ولت نمیکنن. اتفاقی که الان داره میفته برای الی اینه که میگه که من خیانت کردم، بعد از 2-3 سال و گذشته ابراز پشیمونی کردم، ولی الان همسرشون پارتنرشون داره اذیتشون میکنه. یعنی میگه که میرم اونو میکشم، خودم اعدامی میشم، تو هم بی‌آبرو میشی. من باید چیکار کنم؟ تا کی باید به این آدم متعهد باشم و با این رفتار صبوری بکنم؟ خب ببینید الان این صحبت‌هایی که شنیدیم، این جملات و اینا رو یه جایی اومدیم گفتیم که ما احساس خشم طبیعیه، مخصوصا تا یه مدتی، اما رفتارهای خشونت آمیزم که ممکنه یه وقت اصلا تهدید باشه، یه وقت کلامی باشه. خب اینا نشون دهنده اینه که پارتنرشون دچار خشم هستن و خشمشون باید درمان بشه. این در واقع خودشون درگیری که الان دارن همون خشم درمان نشده هست که داره این شکلی خودشون نشون میده و با جلسات مشاوره این مشکل ممکنه که برطرف بشه، درسته؟ بله اگر ایشون پایه باشن برای اینکه حلش بکنن، چون این خشم است که نمیذاره یه زندگی نرمال رو تجربه بکنه. بله دقیقاً. داشتیم مشابه در واقع همین کیس ها رو داشتیم دقیقاً. خیلی هم عالی. دوستان پرسیدن که یه بار دیگه لطفاً در مورد لینک توضیح بدید. این لینک فقط از شما اطلاعات اولیه خودتون رو میگیره، اسمتون، شماره تماستون، موضوعی که دوست دارین در موردش مشاوره دریافت بکنید. بعدش فردا تیم مشاوریاران مجموعی همراهتن باهاتون تماس میگیرن. یک جلسه مشاوره رایگان داریم و بعد از اون شیفت میشین به سمت روان درمانگری که با توجه به موضوع شما میتونه بهتون کمک بکنه. فرقی نمیکنه الان موضوعتون خیانت، مشاوره پیش از ازدواج، تربیت فرزند یا هر موضوع دیگه، میتونید از خدمات مرکز ما استفاده بکنید، چون این وبینار هدفش این بود که شما آشنا بشین با ما. کافیه روی لینک کلیک کنید، اطلاعاتتون رو ثبت بکنید و منتظر تماس ما باشید.
خب رنا تشکر کرده. آقای مجید ملک سعیدی، آقای ملک سعیدی اگر نکته‌ای هست خوشحال میشیم بدونیم. به وبینار نرسیدم. بله ضبط میشه توی آپارات و یوتیوب خود مجموعه همراهت هم بارگذاری میشه. آدرس ها رو هم دوستان من زحمت کشیدن گذاشتم، وبسایتمون رو میتونید ببینید. خانم رجبی فر عزیز برامون خیر و برکت خواسته. ممنونم از حس خوبی که بهمون دادین. منم امیدوارم تو زندگی تک تکتون جریان داشته باشه خیر و برکت و حس خوب. و اگر دیگه دوستان سوال، اسم کتاب رو هم که گفتیم خدمتتون، میشه لطفاً اسم کتاب رو خانم دکتر زحمت بکشین مجدد بگین؟ خب اسم کتاب یک کتاب مال خانم، کتاب خیانت، خانم دکتر شهبانو قهاری، عشق پایدار برای جان گاتمن و وفاداری نهالود دکتر صادق باران اولادی و دکتر محمد حسن گرامی. خب مریم گفته که فیلم ها لطفاً، ما یه دونش دمیج بود، یه دونش بی‌وفا بود، یه دونش آندوینگ بود، یه دونش زیر سقف دودی بود، یه دونش هم عصر یخبندان بود. عصر یخبندان بود، بله، که توش مهناز افشار بازی میکنه. خب دوستان عزیز اگر نکته‌ای نیست ممنونم از همراهیتون. آها نرگس سوال نرگس خیلی جالب بود، من فکر کردم یه شوخیه. نوشته که چطور از مردان متأهل دور بمونیم. نرگس دور خب بمونیم. ببینید این در واقع من یکی از چیزایی که تا الان می‌خواستم که همین وبینار اینو مطرح بکنم اینه که واقعا ما احساس بکنیم که خودمون رو بذاریم جای اون فرد، خودمون رو بذاریم جای همسر اون آدم. ببینید من وقتی یه نفر پیش من میاد داره به همسر خودش خیانت میکنه، میگم که خب شما الان داری خیانت میکنی به همسرت و حالت خوبه دیگه با این موضوع. میگه آره من حالم خوبه. میگم خب همسرت هم داره به خیانت بکنه حالش خوب باشه دیگه، اونم خلاهاشو برطرف بکنه. میگه نه من اصلا نمیتونم همین چیزی رو قبول بکنم. یا برای مثال خانمی میاد میره تو زندگی یک نفر دیگه، بعد بهش میگم خودتو بذار جای اون خانم، میگه نه من باشم که اصلا نمیتونم تحمل بکنم. یا آقایی که با خانم متأهل ارتباط داره، خیلی جالبه، میگم که خودتو بذار جای شوهر این خانم. یا اینکه خودش بعد از این مدتی شده این اتفاق افتاده، زیاد دیدن اینو، با یک فرد متأهلی در ارتباط هستن، بعد از اون فرد متأهل خیانت میبینن، بعد میان و شاکیان که چرا به من خیانت شده. خب خیانت خیلی جالبه اینجاش ها. کسایی که انجام میدنش باهاش مشکل ندارم و میگم به عنوان یک حال خوبی هم ازش در واقع میکنن که حالمون خوب با این موضوع، ولی خدا نکنه که فکرشو بخوام بکنن که با خودشون اتفاق بیفته. و برای همین هم زمانی که این افراد میان از خانم‌ها درخواست میکنن، حالا مثلا آقا ممکنه باشه، خانم داریم میاد میگه که من حالم با شوهرم خوب نیست، به یکی که نیاز دارم و اینها، و میخواد خلأشون این شکلی پر بکنن، واقعا جواب رد بهشون بدید و جواب منفی بهشون بدید و بگید این خط قرمز منه، برای اینکه ما باید به همدیگه رحم بکنیم که یه دنیای قشنگی داشته باشیم. این ضربه زدن‌های ما به هم و این بالاخره یه جوری دامن خودمون رو میگیره. می‌دونید ما همینجوری هی فکر می‌کنیم میریم جلو و زدیم و رفتیم و بردیم و خوردیم و نه، واقعا دنیا هم خیلی کوچیکه هم خیلی زیاده و به هر حال این آسیب‌ها و اینها داریم دنیای خودمون رو خیلی دنیای ناامنی می‌کنیم. پس اینو روش یه مقداری بیشتر فکر بکنیم و کسایی هم که درگیر میشن اوایل میان میگن که ما توی رابطه‌ای رفتیم به فرد متأهل، اوایل خوب بود، بعد از یه مدتی خشمشون میاد بالا، میگه داره دروغ میگه، این اگه زندگیش انقدر بد بود، اگه انقدر همسرش رو دوست نداشت، اگه انقدر ناراضی بود و الان انقدر منو دوست داره و حس خوبی به من داره، باید این زندگی رو تمام میکرد این سمت من. اینجا خشمشون میاد بالا و دچار حال بدی میشن و یه شکستی رو تجربه میکنن و پیش ما هم اومدن به خاطر این مورد که من این اتفاق برام افتاده الان دچار در واقع شکستی شدن. بله
خب پس سمیرا جان فکر می‌کنم سوال شما هم جواب داده شد، چون نرگس که گفتن رابطه با زنان با آقایون مجرد چیکار کنیم، سمیرا هم گفته بود اگر با تو زندگی متأهلی هستیم و حالا به یک توی بازه زمانی موقت به بهانه اینکه عشق رو تو زندگیم تجربه نکردم با نفر سوم وارد رابطه بشیم، این آیا اسمش خیانت هست؟ که الان طبق صحبتی که خانم دکتر داشتن بله قطعا خیانته. آیا میتونید تحملش بکنید یا نه؟ بعدم بستگی به چارچوب و اون خط قرمزای شما داره. آیا این رو هم برای شریکتون میتونید بخواین یا نه؟ من جمله شما رو دوست داشتم، به هم دیگه رحم کنیم دنیا دنیای قشنگتری میشه. حال همون درک بکنیم، برای حال خوب خودمون تلاش بکنیم، حال خوب رو هم به بقیه بدیم. خب پوریا نوشته من 2 بار پیام دادم، خواهش میکنم پیامای بذارید من پیام پوریا رو هم بخونیم اگر اجازه بدیم برای حسن ختام داستانمون. فقط اگه پوریا رو ببینم من. آها، پوریا با یه خانم سن بالاتر از خودش وارد رابطه شده. من واسه این نخوندم پوریا جان، چون باید با یک مشاور ریشه‌ای موضوع رو مطرح بکنی. با یه خانم که متأهله و سنش فکر می‌کنم بیشتر از خودشه رابطه گرفته، ایشون گفتن طلاق میگیرن ولی بعدش طلاق نگرفتن، الان میگن به عنوان یه دوست کنار من باش، به عنوان یه راهنما کنار من باش، اسم کیسشون رو میارن و ایشون رو خیلی تحت فشار قرار میدن. موندن که چیکار باید بکنن؟ خب اینم باز دوباره توی صحبتامون گفتیم. ببین درگیری وقتی که با هم دیگه حالا اومدن آشنا شدن یه خاطراتی با هم دارن اینها، ببین یک وابستگی اینجا ایجاد شده و ایشون یک روانکاوی میخواد، چون ایشون وقتی سن خانم بالاتر هم هست در جایگاه بیشتر مادر میدونی در این رابطه هستن و این یه مقدار بررسی میخواد، روانکاوی میخواد که بتونه به این احساس خودش آگاه بشه و بتونه اون قدرت رو پیدا بکنه که از این رابطه در واقع این وابستگی که داره. یعنی ببین ما یه وقتایی میایم یک ارتباطی رو یا یک عشقی رو برای خودمون در نظر داریم، وقتی بررسیش میکنیم میبینیم اصلا وهمه، اصلا عشقی وجود نداره یا اصلا رابطه ای نیست. این در واقع وهم رابطه است، وهم عشقه. خب و اینجا یه مقداری این ارتباط و این وابستگی یه مقداری نشون دهنده اینه که ایشون نیاز به روانکاوی دارن که بتونن بیان بیرونشون آسیب میبینن در این ارتباط. دقیقا یکی از همون چیزایی که گفتم مطرح کردم همین بود که این افراد متأهل که با یکی ارتباط میگیرن یک خلأ خودش رو میاد با اون فرد جبران میکنه، حال خودشون خوبه. خب اون فرد چون که با این شخص خلاها زیاد میشه به مرور زمان، شروع میکنه کم کم حالش بد شدن و همون احساس در واقع همون خشمی که گفتم که داره به من دروغ میگه، من احساس فریب خوردن الان دارم و اینو دقیقا توی این کیس داریم میبینیم. خیلی ممنونم ازتون. ممنون از همه دوستانی که همراهی کردن ما رو. مرسی از همتون. خانم دکتر ممنون، واقعا زحمت کشیدین، قبول زحمت کردین. ممنون از شما. خواهش میکنم. امیدوارم که حتی در حد یک جمله این وبینار تاثیر گذاشته باشه روی دیدگاه بعضی خیلی از ماها و بتونه کمک بکنه که تو زندگیمون انتخاب آدما بتونیم درست قدم برداریم، چون کاری که ما داریم میکنیم مثل یک عدسه ویروسی میمونه، انتشار پیدا میکنه، حال خوب و حال بد به بقیه آدم. مرسی از شما. خدا قوت به همگی. دوستان من تاکید میکنم لینکی که تو صفحه چت گذاشتم اون بالا رو تکمیل بکنید. اجازه بدین که مشاور با شما تماس بگیرن، یه جلسه رایگان داشته باشیم با مجموعه همراهتم و بعد از اون اگر خواستین تصمیم بگیرین که از خدمات استفاده بکنید، که البته این پیشنهاد رو هم میدم که امشب به واسطه یه وبیناری که داشتیم قطعاً تخفیف ویژه‌ای رو هم در نظر میگیره مجموعه و دغدغه مالی کمترین دغدغه شما باشه برای اینکه بتونید حال خوب رو از همراهتم هدیه بگیرید. ممنون از همتون. شب خوبی داشته باشین. به خدا میسپارمتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. ممنونم ازتون. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.